الان برای چی اومدید زندان؟ ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. مامان دایی اومده. چرا لاغر شدی این دفعه؟ والا من هر دفعه هم دهم. فکر نمی‌کردم اینقدر بی‌طاقتت بشم. دلم برات تنگ شده. بفرم. باشه احیانا کسی نمیاد اینجا یه کیف گم که بده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. شما آقایی نیستین که تو تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. محل این بم صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدرکی که ای بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. من که بی سر صدایم خوبی کردم شدم طلبکار بی‌شرف ظالم. بابایی من دروغ من نمیدونم این مرتیکه کیه که تو به خاطر این آبرو خودت و خانوادت داری میباری. این مرتیکه همه زندگی منه. بابا من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونم توی شهر سر بلند کنم. چه کار کردی؟ چرا کار کردی؟ چیکار کردم؟